ترانه دیگه‌ای که برای شما روایت می‌کنم، قصه‌ای که برای شما روایت می‌کنیم، از یک زاویه دیگه‌ای به مسئله محیط زیست یا طالاب که جان مردم انزلیه نگاه می‌کنه. این که این پهنه عزیز اگر از بین بره، فقط اینجوری نیست که ما یک زیست بومی رو از دست میدیم یا یک مجموعی از مشاغل از بین میره، روابط انسانی ما به هم میریزه. این رو از یک روایتی در انزلی از دهه 50 برای شما نقل میکنم و ببینید چگونه جانهای عاشق از هم جدا میشن، چگونه جانهای عزیز از دست میرن. در این واقع در انزلی رخ داده و بعید نیست به زودی باز هم رخ بده اگر حواسمون نباشه. سال 55 این داستان قصه اصغر عاشوره، یک جوان شوریده خیلی شیطون، انقدر شیطون که کارهاش در انزلی در کناره ساحل به بزه و جرم میرسید. محلی‌ها بهش میگفتن اصغر مگس، انقدر که شیطان بود. اصغر با گیتار خیلی در و داغونش، با صدای نچندان خوبش، در ساحل انزلی در فصلی که توریست پذیر، گردشگر پذیر، آواز میخوند. و میدونید دیگه انزلی دو فصل داره در واقع، یک فصل بهار و تابستان که گردشگرها میان و مردم انزلی اونجا پذیرایی میکنن و خیلی هاشون امرار معاش میکردن از گذشته، و یه بخشش هم پاییز و زمستان که فصل صیده و ما هر دوشو حالا از دست دادیم. ببینید چقدر فاجعه. فصل صید که اساسا دیگه موضوعیت نداره. اصغر عاشور اون فصلی که آواز میخوند، یک ترانه رو اون موقع اونجا کنار ساحل میخوند به اسم از موی سیاه تو. ما شنیدیم که انگار یک محبوبی داشت، یک معشوقی داشت از یک طبقه دیگر، گویی سرهنگزاده‌ای بود، تیمسارزاده‌ای بود، یک بانویی و عشق ممنوعه. یک بچه صیاد پاپتی پولش نمیرسه که بخواد معشوق از یک طبقه آنچنانی داشته باشه. پس حالا اینو نگه دارید، این ترانه رو میخوند. میریم سال 58. در مهر ماه سال 58 یک دستورالعملی صادر میشه از اون نهادهایی که تازه تشکیل شدن با نظارت شیلات انزلی برای منع صید. توجه بفرمایید، مدیریت صید برای اینکه بتونن به قول خودشون جوری کار رو پیش ببرن که صید بتونه، ماهی‌ها بتونن زاد و ولد کنن. این حرفا خب صیادها استقبال میکنن چون که معیشتشون از اون طریقه، همیشه همراهی میکنن. اما یک روز که صیادهای بیکار شده در فصل صید، در واقع مهر ماه، در قهوه‌خانه روبروی احتمالاً شیلات انزلی که یک میدانی هم است نشستن و حالا دارن احتمالاً صفحه بازی میکنن، سنگ بازی، بیکارن دیگه، یک کامیون رد میشه و چون که زمین لیز بود و انزلی بارانی، وقتی میخواست دور بزنه بره تو اداره شیلات، این کامیون چپ میکنه و صیادها میبینن که پر ماهی بوده. اونهایی که دستور داده بودن که نگیرید خودشون میگرفتن. خب صیادا خشمگین میشن. اونجا شورش صیادان در میگیره سال 58، یک واقعه‌ای که مسلحانه میشه. صیادها درگیر میشن با نیروهای حافظ امنیت. تعدادی از